بررسی انواع یاتاقان‌ها. با ما همراه باشید. یاتاقان ساچمه‌ای نوعی یاتاقان غلتشی که از ساچمه‌ها برای جداسازی مسیرهای یاتاقان استفاده می‌کند. یاتاقان غلتکی شفت‌های متصل و دوار را پشتیبانی کرده و به حرکت و جابجایی در ماشینالات کمک می‌کند. یاتاقان غلتکی کروی یاتاقان غلتشی که امکان چرخش با اصطکاک کم و انحراف زاویه‌ای را فراهم می‌کند. یاتاقان ساده یاتاقانی ساده که حرکت لغزشی بین دو سطح را بدون عناصر غلتشی امکان پذیر می‌سازد. این نوع متکی بر لایه نازک روانکاری برای کاهش اصطکاک است. یاتاقان سوزنی نوعی یاتاقان غلتکی استوانه‌ای که با استفاده از غلتک‌های بلند و نازک اصطکاک را کاهش داده و بارهای سنگین را در فضاهای محدود تحمل می‌کند. یاتاقان کروی غلتکی رانشی دارای غلتک‌های مهدب است که آن را خودتراز ساخته و نسبت به خطای نصب و انحراف شفت بی تأثیر می‌کند. یاتاقان غلتکی مخروطی یاتاقان غلتشی قادر به تحمل هر دو نیروی شعاعی و محوری بوده و برای بارهای سنگین طراحی شده است. در کاربردهای صنعتی متنوعی استفاده می‌شود. یاتاقان ساچمه‌ای شیاردار دارای قابلیت‌های فوق‌العاده متنوعی است. طراحی ساده، غیر قابل تفکیک، مناسب برای سرعت‌های بالا و بسیار بالا، عملکرد مستحکم و نیاز به نگهداری حداقلی. یاتاقان ساچمه‌ای خودتراز اصطکاک کمتری نسبت به سایر یاتاقان‌های غلتشی تولید می‌کند که امکان کارکرد خنک‌تر حتی در سرعت‌های بالا و نیاز به نگهداری بسیار کم را فراهم می‌نماید.